بیا زیر 1 دقیقه فرق سری و موازی کردن باتری ها رو ببینیم. مثبت رو به مثبت و منفی رو به منفی وصل کردم. الان این دو باتری موازی هستند. اول ولتاژ بگیریم. حدود 4 ولت. لامپ رو وصل می‌کنم. روشنایی معمولیه. موازی یعنی زور باتری همونه هنوز، ولی باتری دیرتر خالی میشه. مثل وقتی 2 تا آدم با هم یک وسیله رو بلند میکنن. دیرتر خسته میشن. اینجا ولتاژ همونه، یعنی ولتاژ یک باتری، اما جریان 2 برابر شده. حالا 2 باتری رو پشت سر هم یا سری میبندم. اول ولتاژ بگیریم. ولتاژ بیشتر شده. لامپ رو وصل کنم. نور لامپ هم بیشتر شده. سری یعنی برق قوی تر. لامپ هم پرنورتره، ولی باتری زودتر خالی میشه. اینجا ولتاژ 2 برابره، اما جریان نه. مقدار جریان اندازه 1 باتریه. پس وقتی میخوای ماشین رو استارت بزنی و باتری ضعیفه، 2 تا باتری رو موازی کن تا جریان بیشتر بشه و ماشین استارت بخوره. ولی اگه سری کنی، ولتاژ بالا میره، ولی به درد استارت زدن ماشین نمیخوره.